این تک تیرانداز روانی تفنگش رو به سمت مأمور خنثی کننده بمب نشونه میگیره. در حالی که مأمور داره روکش بمب 1 تنی رو بروش با احتیاط برمیداره، تک تیرانداز به جای اینکه به مأمور خنثی کننده شلیک کنه، به یکی از سربازهای کنارش شلیک میکنه تا حواس مأمور رو پرت کنه و اشتباه کنه و بمب منفجر بشه. ولی مأمور خونسردیشو حفظ میکنه و زنجیرهای دور در پوش دوم بمب هم با انبر پاره میکنه و به برد اصلی بمب میرسه. سری 2 تا گلوله به پشت مأمور شلیک میکنه تا جلوشو بگیره. خوشبختانه لباس محافظ مأمور جلوی گلوله ها رو میگیره، اما بازم برخورد هر گلوله درد وحشتناکی رو به بدن مأمور منتقل میکنه. تک تیرانداز روانی که اینو میبینه با خنده یه گلوله دیگه به سمت سرباز زخمی کنار مأمور شلیک میکنه و فریاد سرباز قلب مأمور رو به درد میاره. اما به هر حال به کارش ادامه میده و بالاخره بمب خنثی میکنه. بعد خودش رو میندازه روی سرباز تا ازش محافظت کنه. درست در همین لحظه نیروهای پشتیبانی میرسن و تک تیرانداز برمیگرده تا فرار کنه، اما